میشود یا میشه رو این رو بیخته میشود؟ چند دوشنبه بسته گپتون توغری هست اویدیم مثلا ما با از حکومت جمهوری تاجیکستان هم ایرادها شدن ما هم نسبت هر روز قریب اونجا از خدمات میفرستونیم دیگر لیکن بعضی مثال هنوتون هستن که با همین کار را میکرد و جزئیات دقیق مرامت از سامونیر هستن اینجا شهر گنجان شما به اطلاع میتید سلام حقیقتا این حادثه ها جای داشتن در وقت تحلیل این حادثه بر علا حس کرده میشد که متاسفانه از جانب شرکت های چیپ تفروشی که در ما عمل میکنند با استفاده از همین فرصت ناگوار نرخ چیپ ها را بلند کردن همه روزه با ما مراجعت میکردن نسبت خریداری کردن چیپ ها ما میگفتیم مرحمت رفته از خود سامونیر خریداری کنید در اونجا در نزدیک بینای سامونیر چیپتا آزاد با همون نرخ معین کردگی فروخته میشد لیکن وقتی که شما از شهر خریداری میکردید چنین به چنین حادثه ها رو میاد متاسفانه این فاکتور جای داشتن و از طرف ساختارهای مربوطه سپارش شده بود که این حادثه ها یک بار دیگر تفتیش گذرانده شوند و در این صورت ها ما بار دیگر خواهش میکنیم که هم در نزد بینای تاجیگیر و سامونیر نقطه های فروش چیپتا ها هستند مرحمت از اون اگر شما استفاده برید به اونها خیلی لازمیش میگیرید در این روزها شرکت های هواپیمایی برای قیمت کردن نرخ چیپتا ها طرفدار نیستند و یا نرخ نمینالی رو علاقه به فروش برآوردگی هستند متاسفانه در بازار ما وقتی که ما اجنت های چیپتا فروشی هستند به این دست میتیان و این حادثه ختم بود. اما سومینر من خودم رفتم من باید خودم پرواز میکردم در خود سومینر 800 سامونی بود. چیپتا نداریم لیکن دیگر چیپتا فروشی درست است اینجا یک چیز دیگر هم فراموش نکنید در روز پرواز در همه شرکت ها یک ترتیب معین هست در روز پرواز نرخ چیپتا چند کرات قیمت است اگر شما روزی پرواز رفته باشید گفتی شما این ترتیب در همه دنیا هست که اگر 80% چیپتا فروخته شوند علاقه نرخ چیپتا 20% باقی مانده بلند میشه